در ویدیوی امروز برای شما میگم که چجوری یک آدمی که بیهوش شده در حال بیهوشی است کمک میتونن بکنن. اول باید نگاه کنیم که چجوری یک آدم بیهوش است یا نیست، چه رقم است چه رقم نیست. به این خاطر اول چیکار میکنیم؟ میریم دشانش، تکانش میتیم و صدا میکنیم که با صدای بلند صدا میکنیم. تکان میتی، الو، سلام، هستین؟ میتونیم بشنویم؟ در وقتی که این مریض جواب نمیده باید میتونیم که فکر کنیم که این آدم بیهوش است و دیگه چیزی نمیتونه بشنوه و کاری بکنه. بعد از اینکه فهمیدیم که مریض بیهوش است میریم به طرف سرش، با دست راست میریم زیر سرش بلند میکنیم که از گردنش و سرش به طرف پایین پیچق میکنیم. به این صورت میریم نزدیک و گوش میکنیم که صدا میایه، نفس میتونه بکشه یا نمیتونه. بعد از اینکه سعی کردین که این مریض میتونه نفس بکشه یا نمیتونه چیکار میکنین؟ زنگ میزنین به یک آمبولانس که زنگ زدین صبر میکنین که تمام سوالایشان جواب بدین از جایی که زنگ میزنین. سوالا رو که جواب دادین بعداً سعی میکنین که این مریض را در یک حالت درستی و محکمی بیارین. به این کار میگیریم دستی که دورتر است میگیریم میذاریم به این قسمت و بعداً دستی که به نزدیک شما است ور میداریم و به این صورت میذاریم در روی شانهش و بعداً سعی میکنیم که این پایش رو بالا کنیم و بعد از اینکه بالا کردیم نگاه میکنیم که آینک‌هایش رو برداریم میذاریم داخل دستش و نگاه میکنیم که داخل دهانش چیزی نباشد. بعد از اینکه نگاه کردیم که چیزی نیست، همه چیز آسان است و کل چیز آزاد است، میتونید که تکانش بدین و میچرخونین به این سمت و سرش میگیرین به این حالت تکان میتین و میذارین به این شکل و دهانش هم باز میکنید که همه آبایی که داخل دهانش است بریزه پایین. و کسایی را در این حالت میارین که بیهوش هستن و راه نفسشون آزاد است که میتونن نفس بکشن. فکرتون همیشه به این چیز بگیرین. بله، و فکرتون بگیرین که همیشه وقتی که در این حالت است دهانش باز باشه و همیشه نفس بکشه و سعی کنین در وقتهای کوتاه که نفس میکشونه و امکانش هست که آدم در این حالت دیگر نفس نکشد و در این ساعت صبر میکنین که تا یک آمبولانسی برسه به نزدیک شما و بقیهش میمونین برای پرستارایی که در آمبولانس کار میکنن. در این حالت سعی میکنین که به وقتهای کوتاه سعی میکنین که نفس میتونه بکشه یا نه. به این شکل همیشه نگاه میکنین. درباره زندگی نجات دادن مردم میتونن که اطلاعات بیشتری در آتشفشانی که نزدیکتان است یا که در جای گروپایی که برای مردم کمک میکنن و به تی هاوی که در نزدیکتان است میتونن که اینفورماسیون بیشتری پیدا کنن.